ادا کردید و وقت چندانی هم ما نداریم، مسافریم و از طرفی هوا هم به شدت گرم، جمعیت هم بسیار متراکم. من قصد تسلیح اوقات عزیزان رو ندارم و میدونید که برنامه قبلی هم نداشتیم برای حضور در این جمع، اما کثرت تلفن‌های عزیزان و پافشاری و اصرار جوانها ما را بران داشت که حداقل برای چند دقیقه‌ای عرض سلام و خسته نباشید بگیم و اظهار محبتی بکنیم و عزیزان رو الوداع بگیم. اما دقایقی که در خدمت شما سروران هستم پیرامون علائم انسانهایی که با خدا محبت دارن، جوانهایی که عشق خدا تو دلشونه و با خدا صمیمی هستند، چه عواملی و چه دلایلی و چه نشانه‌هایی در وجود یک انسان جوان باشد این جوان میتونه ادعای محبت بکنه و میتونه سنگ تبعیت از الله و رسولش رو بر قلب بزند و بر سینه بزند. قطعاً امروز هر کسی که در جامعه اسلامی زندگی میکند اگه از او سوال بشه شما خدا رو دوست دارید؟ میگه بله. مگر ممکنه من خدا رو دوست نداشته باشم؟ من عاشق خدام، من محبوب خدام، محب خدام، ارتباط من و الله بسیار صمیمی است، من مسلمانم، کلمه گوی لا اله الا الله هستم، پیرو یگانه منجی عالم بشریت فخر موجودات حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم هستم. اما فقط در ادعا تمام؟ آیا هر کس که بگه من خدا رو دوست دارم خدا هم نمره قبولیش بهش میده، ویزای جنت رو دستش میده، بگه آقا تو دیگه تمامی؟ هرگز با لاف، بلوف، خالیبندی و ادعای خشک و خالی و بیمغز و تویی و عاری از حقیقت انسان نمیتونه خودشو به خدا برسونه. اون کسی که خدا رو دوست داره باید اون نشانه ها و علائم و مشخصه ها و شاخصه های بزرگ بندگان خدا و محبوبان واقعی رب العالمین رو در قلبش و در وجودش احیا بکنه. اولین شاخصش محبت خدا انسان وادار میکنه که از الله رب العزت و الجلال پیروی بکنی. انسانی که با خدا محبت داره سعی میکنه همواره با خدا مرتبط باشه. کسی که با یک دوست مجازی و یک معشوقه مجازی و دنیای محبت داره سعی میکنه همواره باش در ارتباط باشه، تلفنی باشه، با ارسال نامه و کتبی باشه، حضوری باشه، پیامی باشه، SMS باشه. محبت خودش رو اظهار میکنه که ای فلان من دوست دارم، میخوام ببینمت. پس کسی که خدا رو دوست داره باید همواره در پی ارتباط با الله باشه، پل ارتباطی بین خود و بین الله رو باید مستحکم بکنه. شرایط زمانی و مکانی و موقعیت ها براش هرگز نباید مهم باشن و ملاک باشن و معیار قرار بگیرن. اون کسی که دنبال خداست همش میگه همه جا دنبال تو میگردم که تویی درمان همه دردم. عاشقان دائم لقای دوست میدارند دوست، در غم و راحت رضای دوست میدارند دوست. بعد دیدار چون در جنت آمد لاجرم، عاشقان جنت برای دوست میدارند دوست. اما اینو باور کنید که قضیه معکوس شده. خدا عاشقه، بله، خدا اون دوستی که هر جوونی میتونه باش حال بکنه، حرف بزنه، هم کلام بشه، عشق بکنه، عشقی که هرگز گسستنی نیست، عشقی که کهنه و فرسودی نمیشه، عشقی که از بین نمیره. این عشق خداییست، حق لایتناهیست، ای برادر بی نهایت درگهیست، هرچه بر وی میرسی بر وی مایست، انتها نداره. شهید مطهری تو کتابش یه قصه ای رو میاره، میگه که رفتم به یکی از کشورهای غربی، دیدم که تو موزه باستانی من آوردن، دیدم مجسمه یه دختر خانم رو تخت دراز کشیده و یک نوجوان هم بغلش، اما پشت با دختر کرده و میخواد فرار کنه.
گفتم این دیگه چیه؟ فلسفهش این مجسمه چه ذهنیتی رو در اذهان تداعی میکنه و به سوی چه حقیقتی دعوت میکنه؟ میگه برداشت گفت که متوجه نمیشید؟ گفتم نه، این سمبل عشق نیست، سمبل محبت نیست، داره ازش فرار میکنه مرد. گفت این تصور فکر افلاطونه و میخواد به جوانها و به جامعه بشری بفهماند که هر عشقی اگرچه که جوشش داره، اگرچه که بلبله و غلغله داره، اگرچه که داغی و حماسه داره، اما وقتی که انسان به معشوقش رسید اونجا وصال مدفن عشقه. دو تا پسر و دختر همدیگر میخوان، عاشق و دلداده همدیگرن، شبها تا صبح خواب نمیرن، ولی همین که به هم رسیدن گویا اصلا عشقی در میان نبوده. 2 روز بعد میبینید دعواشون میفته، سر سبزی پیاز به سر کله همدیگر میزنن. پس گفت اینجا وصال مدفن عشقه. خب چرا اینو کشیدی اینجا؟ میخواد بگه ای برادر، ای جوان، همه محبت ها، همه مودت ها، همه عطوفت ها، همه عشق ها، همه علاقه ها یک زمانی به بنبست مواجه میشه، اما تنها عشقی که بنبست نداره، تنها خیابانی که اونجا ورود ممنوع نداره، تنها خیابانی که هرگز معشوق خسته نمیشه، فقط اتوبان رب العزت و الجلال است. خود پروردگار عالم میفرماید، صحبت من نیست، ان الله یبسط یده باللیل، حدیث قدسی. خدا میگه من دستمو دراز میکنم، خدا دنبال عاشق میگرده. اقبال، ما از خدای گم شده ایم، او به جستجوست. سبحان الله. ما از خدای گم شده ایم، او به جستجوست. چون ما نیازمند و گرفتار آرزوست، گاهی به برگ لاله نویسد پیام خویش. خدا برامون پیام میفرسته، پیام محبت، پیام دوستی. والله يحب المحسنين، والله يحب المفلحين، والله يحب المتقين. این حب چیه؟ خدا با کی داره اظهار محبت و ارادت میکنه؟ خدا به کی سلام میفرسته؟ تنها به پیامبران؟ نه، هر جوانی که برای رضای خدا محبتش صادقانه باشه، خدای عزوجل بهش سلام میکنه. ما از خدای گم شده ایم، او به جستجوست. چون ما نیازمند و گرفتار آرزوست، گاهی به برگ لاله نویسد پیام خویش، گاهی درون سینه مرغان بهای اوست. در نرگس آرمید که بیند جمال ما، در هنگام نماز ها وایستاده تا جمال عاشقاشو ببینه. ولیکن کوب اون بنده عاشق، گر تو طلبی داری، بیداری شبها کو، با ذکر خدا بودن در خلوت تنها کو. بسیار گناه کردی، از حق تو نترسیدی، از ترس عذاب حق نالیدن شبها کو. چی میگه؟ چون گویی تو یا الله، گوییم به تو لبیک. سبحان الله. فقط تو بگو یا رب، فقط تو دست بلند کن، تو یواش یواش بیا، یک قدم بردار. خدا میگه من بدو میام تو رو به آغوش میگیرم. و ما زال یتقرب عبدی الی بالنوافل حتی احبه. بندم جوون امت رسول الله همواره توسط نماز و عبادت میاد بالا، حتی احبه، تا من دوستش دارم. کنت سمعه الذی یسمع به. خدا میگه من گوش تو میشم. گوشی نه، گوشی بشه گاهی خاموش، گوشی در دسترس نیست، اما موبایل خدا هیچ زمان نمیگه خاموشه، هیچ زمان نمیگه در دسترس نیست، هیچ زمان نیست سر کار بذاره. چون گویی تو یا الله، گوییم به تو لبیک. این بنده نوازی ها جز حضرت ما را کو که غیر از خداست. پس
اظهار علاقه میکنیم باید بریم جلو، باید حرکت بکنیم به سوی جلو برای رسیدن به معشوق، برای رسیدن به محبوب. و بزرگترینش نمازه، عبادت هاست. پس کسی که علاقه به خدا داره، علاقه غیر الله باید بره دور. اولیش. دوم، من فقط سعی میکنم در 3-4 مورد خلاصه کنم. دومی علائم و علامت یک انسان محبوب خدا. تو دنیا انسان معشوق مجازیشو ببینه هر چی بخواد به حرفش میکنه و برخلاف مرضیات و منویات و اعتقادات او حرف نمیزنه. اگه حرف بزنه میگه ما تو به هم نمیخوریم. ولی این طرف ادعای محبت خدا رو میکنه، از اون طرف معصیت و گناه میکنه. تعصی الاله و انت تظهر حبه، هذا لعمري في الفعال بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. ادعای حب عشق خدا رو میکنی بس دست به معصیت و گناه میزنی. این خیلی بعیده، دور از عقلانیته، برخلاف تقاضاها و خواستها و منویات عشقه. اون کسی که خدا رو دوست داره دیگه گناه و معصیت نمیکنه. هر زمان بخواد دست به معصیت بزنه میاد محبت خدا جلوی چشماش. یوسف یه جوان ازدواج نکرده، دور از محیط خانوادشه، دور از محیط آبروریزیست. زلیخا دعفت اینها قصه نیست تو قرآن، حقایق تو این قضیه رو خوب توجه کنید جوانها. زلیخا زن عزیز مصر در اوج جمال و کمال یوسف رو دعوت به زنا میکند. قرآن میفرماید و غلقت الابواب، همه درها رو زلیخا بست. یعنی چی؟ یعنی فضا رو امن کرد. نه اونجا پلیس 110 بود، نه اونجا کسی بود آبروشونو بریزه، نه اونجا کسی بود با موبایل فیلم برداری کنه، نه اونجا کسی بود که تجسس و جاسوسی بکنه. و قالت حیت لک، یوسف 40 تا در پشت سر همدیگر بسته شده، هر کس بخواد حتی عزیز مصر نمیتونین 7 خانه رستم رو طی بکنه و بیاد اینجا. حیت لک، مانعی وجود نداره اینجا، فقط یه مانع کوچولو هست. اون چیه؟ اون بتمه. برداشت یه چادر انداخت رو بتش، رو خداش. گفت چی کار داری میکنی زلیخا؟ گفت این خدامه و در حضور خدا خجالت میکشم دست به گناه بزنم. از بتم، از ربم، از معبودم خجالت میکشم. امروز چی شدیم ما؟ زلیخا از یک سنگ شرم میکرد به عنوان معبود، اما خدایی که سمیع است و بصیر است و علیم است و حکیم است و قدیر، اون خدایی که رازقه، این همه لطف و نعمت کرده، ما بی خیالش بشیم. یوسف جوان بود، شهوت داشت، قدرت داشت، امید داشت، شیطان تو جلدش بود. یهو گفت قال معاذ الله، گفت تو از یه بت میترسی، من از اون ذات ذوالجلال الله نترسم. معاذ الله نمیگه پناه میبرم به خدا، نه، میگه پناه به خدا. تو آیات قرآن برید نمیگه فقط من پناه میبرم، میگه هر جوانی که در چنین موقعیتی قرار گرفت باید میگه معاذ الله، پناه بر خدا. بعد نشست معاذ الله معاذ الله معاذ الله، یا مثل بعضیا میگیم جلو گناه استغفر الله استغفر الله استغفر. نشست؟ نه، بسته به قلبم، زد به چاک، رفت بیرون، گفت خدایا در آروم قفل کرده،
تا جایی که توانایی دارم از گناه فرار میکنم، اون طرفش مال تو. همین که بودو میرفت درها تون باز میشد تا به در آخر و قدت قمیصه من دوبار. جوون ما هم شاید بگه معاذ الله استغفر الله، ولی چهار چشمه بگیره نگاه بکنه، این به درد نمیخوره. استغفر الله استغفر الله استغفر الله، از این طرف دو چشم داره، دو تا چشم دیگه هم قرض کرده دختر مردم رو تماشا میکنه. به چشم میگه که سبحه بر کف، توبه بر لب، دل پر از شوق گناه، معصیت را خنده می آید ز استغفار ما. این توبه ما امروز شده. استغفر الله استغفر الله. یوسف حتی ننشست که اون رو دعوت بده که زلیخا این کارو نکن، زشته فلانه، از خدا بترس. چرا؟ چون که محیط گناه، محیطی که خلوت باشه و شیطان در اونجا حاکم باشه، محیط دعوت نیست. های جوانی که تو بندر عباس داری زندگی میکنی، من دیشب تو قشمم گفتم اینجا محیط بسیار آسیب پذیره. همه میان، بیماران روحی و روانی از همجا میان، دعوتت میکنه. میدونم زنا، فحشا، فساد، بیبندباری، الواتی، اعتیاد، سینیای مبتذل، داعیه های گناه زیاد شده و داعیه رحمان کمه. اینو منم میدونم. فقط لازم نیست که تنها صورت تو برگردونی، نه، بس طبق الباب، از محیط گناه فرار کن تا جایی که میتونی. گرچه رخنه نیست عالم را پدید، میگه گرچه که جای فرار نداری، گرچه رخنه نیست عالم را پدید، خیره یوسف بار میباید دوید. باید فرار کنی از معصیت و گناه اگر معشوق خدایی و محبوب رب العالمین هستی. ولیکن هر کدوم از با خود ما را بیاییم در ترازو بذاریم. آیا واقعا محب خدایی؟ آیا اگر چنین وضعیتی پیش آمده ها، جوونا از هرمزگان به من زنگ زدن، جوونا از گلستان به من زنگ زدن، قسم یاد میکردن، دنبال ما افتادن، شب و روز میاد دور برم میچرخن، جوونی مجردیم، ولی هنگامی که میخوام دست به معصیت و گناه بزنیم، تابلوی امور ممنوع خدا در سر چهار راههای عمر ما روشن میشه که استوب، استوب، ایست و بازرسی است. اگر جلوتر رفتی از حریم خدا تجاوز کردی و خدا رو ناراحت کردی. اون خدایی که اینقدر محبت داره به تو چطور دلت میاد ناراحت کنی با عشق 5 دقیقه‌ای؟ این عشقها میگذرد، عشقهایی که از پی رنگی بود، عشق نبود عاقبت ننگی بود. مرد حق از کس نگیرد رنگ و بو، مرد حق از حق پذیرد رنگ و بو. هر زمان اندر تنش جامی دگر، هر زمان او را چو حق شنی دگر. اون کسی که رنگ خدایی داره از هر کس رنگ نمیپذیره. صبغت الله و من احسن من الله صبغه. شما رنگ خدا دارید به تن، رنگ رسول الله گرفتیم، پس مواظب باشیم رنگ های شیمیایی و رنگ ها و لکه های معصیت و گناه دامان من و شما رو آلوده نکنه. بی یکی وسوسه از راه مرو، آدم باش، قصر فردوس خدا داده به دنیا مفروش. اسمت یوسف خود را به زلیخا مفروش. نفس عمر شتابنده به فرمان تو نیست، فرصت طاعت امروز به فردا مفروش. برای اینکه ما مسلمان بشیم خیلی زحمت ها کشیده شده. عبدالله ابن مبارک یکی از تابعین بزرگه، بهش میگن امام التابعین. مبارک باباش سبزی فروشه، مثل شما جوانهایی که تو خیابون دارید معامله میکنید در عرصه تجارت. اینم کارش همین بود، دست فروشی و سبزی فروشی و اینها.
روزمره خودش از همین راه در می آورد، ولی در عین حال بسیار صاحب جمال و کمال بود. این تو تواریخ بیاد. بعد یه روز یه دختر خانومی از دور فریفته و عاشقش میشه، میگه بیا که سبزیاتو میخوام بخرم. این خوشحال شد که سبزیاتو میخواد بخره دیگه. رفت اونجا بالا، که ناگهان دید که پرده ها پایین کشیده شد و زمینه و بستر گناه و فراهم شد. هرچه فکر کرد چیکار کنم خدایا، گفت راهی نداری، حیت لک، من عاشقت شدم، من دختر پادشاه این شهرم، یا با هم زنا میکنی یا آبرو وجهتو میبرم. سبحان الله. جوونا تعجب نکنید، اون کسی که محبت خدا تو دلشه این مسائل براش خیلی راحته. ما خودمون مقداری ضعیفیم، به نظر ما تعجب میاد، نه؟ انشالله که شما از اینها هستید، از مبارک ها. گفت نمیتونم. چرا نمیتونی؟ اینجا کسی نیست، پرده ها انداخته است. گفت مگر نمیبینی که من و تو رو میبینند؟ گفت کو؟ پرده رو زد کنار. گفت اینجا درختاش داره تکون میخوره، درختن، باده تکون میخوره، برگ هاست، سر صدای برگ ها و درخت هاست. گوهای کور، عاشق نبود آن که خدا را نشناسد، بیمار نباشد که دوا را نشناسد. در خلق جهان سیرت انسان چو نباشد، هر کس که بود کور خدا را نشناسد. عارف مؤمن تو اگر واقف اسرار خدایی، بگریز از آن کس که خدا را نشناسد، بگریز از آن کس که خدا را نشناسد. گفت ای کور، هر کس که بود کور خدا را نشناسد. حرکت باد رو میبینی، تکان خوردن درختان رو میبینی، حرکت خورشید و ماه و سیارات رو میبینی، اما حرکت دهنده رو نمیبینی، تو خدا رو نمیبینی. همه چیز رو تماشا و مشاهده میکنی غیر از الله. گفت باید این کار رو بکنی، حرف عالی نیست، وگرنه زندانت میکنم، اعدامت میکنم، آبروتو میریزم، داد میزم. این قصد تجاوز داشته، بالا بوده چند طبقه، از همون بالا اون کسی که محب خداست، از همون بالا گفت خدایا یا مرا از غم بکش، یا خاطرم را شاد کن، یا به زندانم فرست، ای دوست یا آزاد کن. خدایا دیگه نمیتونم، تا به تحمل ندارم. کلمه اشهد خودشو میخونه، از بالا خودشو پرت میکنه طرف پایین. دروغ نیستا، خدا کمک میکنه انسانو. الله عزوجلال فرشته ها رو میفرسته که زودتر برید، این جوان منو، این محب منو، این دوست رسولمو به آغوش من بگیرید، نذارش حتی پاش کوچکترین آسیبی ببینه. خدا برای من و تو همین لطف کرده. جوانی که تو بندر با زندگی میکنی، آیا نکرده؟ قبل از این که به دنیا بیای پستان مادر رو پر از شیر کرده آماده، نمیگذاره بعد از این که بچه به دنیا بیاد شیر بیاد. نه، غم روزی مخور، بر هم مزن اوراق دفتر را، که پیش از طفل ایزد پر کند پستان مادر را. الله اکبر. چون که میدونی هیچ غذایی نمیتونه بخوره. شعور و عقل و درک رو تا حالا که بزرگ شدیم چند جا بودیم در مرز مرگ رسیدیم، خدا دست ما رو گرفته نجات داده. بی انصافی نکنی. پس دومین اینه که انسان جوان و مسلمان وقتی که دنیا به معصیت به سوی اون لبخند میزنه، این پشت میکنه به طرف دنیا، میگه نمیخوامت، دنیا رو ستلاقه کردم،
زیورهای دنیا رو، اینترنت و مفاسد اینترنت رو. من میدونم امروز دین خیلی سخت شده. امروز ما مصداق حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم قرار گرفتیم که فرمودند در آخر الزمان نگه داشتن دین به منزله نگه داشتن گدازه آتش تو دسته. بخوای بذاری دینو گذاشتی، بخوای بگیری دستات میسوزه. ولیکن رسول الله صلی الله علیه و سلم به وجود من و توی جوان بر صحابه افتخار کردن. ما چی داریم؟ ما اگر رویه صحابه رو نداشته باشیم، چرا پیامبر به صحابه به من و تو افتخار کنه؟ پس معلوم است یه چیزی داریم، دولتی داریم، ثروتی داریم به نام عفت، حیا، پاکدامنی. و بهتون بگم که عشق خدا و محبت خدا و دوستی خدا انقدر لذت بخش و لذیذه که وقتی که دست دوستی رو تو دست خدا قرار دادی، به خدا همه دوست ها همه بی معنا میشن. اینو تجربه بکنیم همه من و تو. ما یک لحظه معصیت میاد، چهره رو برگردون ببین چقدر لذت داره، چقدر انسان احساس خشوع میکنه، احساس اطمینان میکنه. ولی گناه انسان افسرده میکنه. زنگ میزنه بعضی از جوانها به خدا حاضرن خودکشی کنن، به خدا حاضرن خودکشی کنن، به خاطر اینکه با یک دوست دختری با دوست پسری با همدیگر دوست میشن. دست میذاره تو قرآن که به خدا من میخوام باید ازدواج کنم، ارتباط صمیمیت میبرتش، با هم دوست میشن. میگه کاری که فردا و پس فردا قرار انجام بشه ازدواج. قبل از ازدواج ما که قرار با هم زن و مرد بشیم، به دختر مسلمان تجاوز میکنه، بد داد میزنه اون دختر، ازش فیلم میگیره با موبایل، یا 30-40 میلیون تومان باید خانوادت به من بپردازن، یا این که فیلم تو رو پخش میکنم تو جامعه. های برادر مواظب باش، گرگه ها زیاد شدن، گرگه هایی که دنبال عفت و ناموس و غیرت و شهامت و شجاعت و دینداری جوان مسلمونه. نمیتونه برادراش، پدر نداره، برادراش نمیتونن تهیه کنن، فیلمشو پخش میکنن، بعد از چند روز جنازه ی دختر رو تو کوچه پس کوچه ها پیدا میکنن که خودکشی کرده. معصیت آخرش انسان رو ذلیل و زبون میکنه و محبت خدا که انسان را به اوج سعادت و خوشبختی میرسونه. امروز جوانی که با خدا ارتباط داره چقدر مورد لطف و محبت خدا قرار میگیره. تو مردم هم یجعل له القبول فی الارض. ما چرا به نام ابوبکر صدیق افتخار میکنیم؟ چون که ابوبکر پشت پا زد به همه دنیا و به همه زیورالات و عشقهای دنیوی. عمر فاروق، خالد، عثمان، علی رضوان الله علیهم اجمعین. 3. انسانی که محب خداست از مرگ دیگه نمیترسه. نشان مرد مؤمن با تو گویم که چون مرگش رسد خندان بمیرد. کسی که با خدا عشق و علاقه داره از مرگ نمیترسه، بلکه مرگ رو پلی برای رسیدن به خدا میدونه. یکی از علما پرسیدن چرا ما از مرگ میترسیم؟ چرا از مرگ میترسیم؟ چرا از فوت میلرزیم؟ جواب داد، گفت چون که پرونده گذشته ما سیاه و منزل جلوی ما هم اوضاعش وخیمه. میگه تو همین دنیا بهتره. ولی اون کسی که محبت خدا رو داره دیگه فرقی براش نمیکنه. وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم اسرائیل میاد پیشش، آخرین جملاتی که پیغمبر در دامان عایشه میخونه، عایشه‌ای که امروز ما نمیشناسیمش، عایشه‌ای که امروز محبتش تو دل ما نیست، اگر باشه عایشه گونه زندگی میکنیم. اگر باشه زندگی نامه عایشه رو به اینترنت ها میدیم، دنیا رو میشناسونیم که هر احمق و اراجیف بافی بلند نشه مثل مجله 100 به عایشه صدیقه مادر همه مؤمنان اهانت کنه.
عجیبه که اسمش هم گذاشتن مجله خانواده. خانواده‌ای که مادر نداشته باشه اون خانواده نیست. کسی که به مادر مؤمنان اهانت کنه اون مادر نداره، اون بی عاطفه است. و امروز من و شما کسی به مادر ما، خود شخصی ما حرف بزنه، به زن ما اهانت کنه، آیا واقعا راحت میشینی؟ عایشه زن پاکترین زن و در خانه پاکترین مرد دنیا، الطیبات للطیبین. کسی که عایشه رو بگه فاحشه باید رسول الله رو نعوذ بالله زناکار بخونه. هر کس میخواد باشه، هر کس، من شخصا به تعبیر نظری اهل سنت او رو مسلمان نمیدانم. پیامبر در دامان همین عایشه آخرین چیزی که از دنیا استفاده میکنه آب دهان عایشه. این زن که پیغمبر درخواست میکنه از خانواش که بگذارید من آقا پس این روزهای حیاتم و در دامان عایشه باشم. آخرین لحظات زندگیش میگه عایشه مسواکو بده، مسواکو میجود که نرم باشی تو دهان رسول الله. و پیغمبر آخرین شربتی که از دنیا می نوشد آب دهان عایشه است. هنگامی که وفات میکند تو بغل عایشه است. اون زن باید مورد بی‌حرمتی قرار بگیره؟ نداریم جوانهایی که از عایشه دفاع کنن. پیامبر چه فرمود؟ بحث رو کشوندم اون طرف. اللهم الرفیق الاعلی. خدایا دیگه زندگی بسه، رفیق اعلی رو میخوام، همراهی و مصاحبت تو رو میخوام. ذوق نامش عاشق مشتاق را از بهشت جاودانی خوشتر است، گرچه در فردوس نعمت ها بسی است، وصل او از هر چه خواهی خوشتر است. ولی امروز ما از مرگ میترسیم. چرا؟ چون که منی که حرف میزنم پروندم سیاست، میخوام با چه رویی پیش خدا حاضر بشم، چه جوابی بدم. چه کار کردی؟ مال مردم خوردم، برای فروختن یه پارچه 1000 تا قسم دروغ خوردم. بلا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا. از شگرفی های آن قرآن فروش دیدم روح الامین را در خروش. مواظب باشی، برکت رفته از معامله، برکت رفته از تجارت. به علت چی؟ به علت این معصیت ها، به علت این گناهان و قسم های دروغ. صحابه میاد در غزوه احد غالبا عبدالله ابن جحش سعد بن وقاص میگه تو دعا کن، من آمین میگم، من دعا میکنم تو آمین بگو، دعای جفت من قبول میشه. میگه بفرما. سعد بن وقاص میگه خدایا من دوست دارم امروز تو جبهه حاضر بشم در معرکه و چندین بهادر و تناور و کماندوی مشرکین را به درک واصل کنم، سپس خودم جام معذرت میخوام اونها رو بکشم و فتح و پیروزی رو در تاریخ اسلام در برقه های زرین اسلام ثبت کنم. میگه آمین. عبدالله بن جحش. جوانان عزیز، چو باید همه در دل خاک رفت، خوشا آن که پاک آمد و پاک رفت. خدا من و شما را پاک به دنیا آورده، قلب سلیم و پاک داده، مواظب باشیم ناپاک نریم. چو پاک آمدی بر حذر باش پاک، که ننگ است ناپاک رفتن به خاک، که ننگ است ناپاک رفتن به خاک. و آخرین علامت عالم دین و محب دین اون کسی است که برای نشر و پخش و توزیع مسائل اسلامی از هیچ گونه کوششی درک نمی‌کنه. انسان جوان کسی عاشق خداست، نباید فقط خودش عاشق باشه، بلکه سعی کنه همه رو عاشق بار بیاره، همه رو عاشق، همه رو شیفته خدا بکنه. اون جوان مغازه‌دار، اون جوان لیسانس، اون جوان دبیرستانی، اون دختر مسلمان، راه رو بهش نشون بدیم، دستشو بگیریم، نگذاریم خدای نکرده تو خرافات غرق بشه، نگذاریم معصیت الله او رو از پای در بیاره. های جوان،
چطوری امروز بی سینما میری تنها نمیری، 3-4 تا بلیط تهیه میکنی، 4-5 تا بچه‌ها باید باشه، پارک میخوای بری، به مسجد چرا تنها میای، برای مجالس اسلامی چرا تنها میای، عروسی اسلامی چرا تنها زنگ میزنی فلانی بلند شو از مشهد بیا اینجا، من یه دونه عروسی اسلامی دارم مبارکت باشه، ولی چرا دعوت نمیکنی، همه رو به آغوش نمیگیری؟ اتحاد، انسجام، وحدت در همه عرصه ها، به ویژه در عرصه دینداری. ید الله مع الجماعه، دست خدا با جماعت است و اونجاست که کفار میلرزد و میترزد. امروز یهود و نصارا کنار هم اومدن و بر علیه اسلام داره برنامه‌های مسموع خودشون رو اعمال میکنن، شب و روز دارن فکر میکنن. جماعت تبلیغ آمده بودن تو یک از کشورهای آفریقایی، چند تا جوون مسیحی رو تو هواپیما ملاقات میکنن، بعد میگن شما برای چی میرید آفریقا؟ میگه ما میریم برای تبلیغ دین مسیحیت. چند روزی میرید؟ 4 ماه؟ 2 ماه؟ اول که از مسلمان ها میپرسن، مسلمان ها میگه بله ما 4 ماه، با افتخار میگن 4 ماه خیلی ها. وقتی از اونها میپرسن میگه ما ماه و سال و عدد تعیین نشده، ما رو فرستادن تا آخر عمر تبلیغ دین مسیحیت کنیم و دارن جوانهای ما رو میبرند. مواظب باشید، مذاهب باطله دارن کار میکنن. من و تو چرا کار نکنیم؟ من و تو چرا خواب باشیم؟ من و تو چرا از ابزارهایی که در دست داریم، موبایل و کامپیوتر، اینترنت، به نفع جامعه ما، به نفع مذهب ما، به نفع اسلام ما زحمت نکشیم؟ بیاییم انشالله. بندر عباس یک شهر توریستی است. من دیشب تو قشمم گفتم که بسیاری از بیماران میاد اینجا و بیماری خودشان رو تو بندر عباس رها میکنند و میرند. کاش این بیماری فقط جسمی می بود که میرفتیم جراحی میکردیم خوب میشد. بیماری های روحی، بیماری بی‌حجابی، بیدینی، فحشا، فساد، پشت سرش ایدز و سارس و وبا و گرفتگی قلب و همه میاد و نهایتا جان انسان میگیره، در حالی که مریض روحی هستیم به دیدار خدا اگر بشتابیم. خدا نکند جوانان عزیز قدر این فرصت رو بدونید، هنوز خدا این فرصت در دست من شما نگرفته. قدردانی بکنیم و درست در مسیر درست حرکت بکنیم. از بایزید بسطامی پرسیدند، آخرین جمله، از بایزید بسطامی پرسیدند که ای بایزید، گفت چیه؟ گفت بر آب توانی رفت؟ تو آب میتونی بری؟ بر آب میتونی بری؟ گفت چوب و خشکم میتونه تو آب بره. گفت در هوا توانی رفت؟ گفت که کبوترم میتونه این کارو بکنه. گفت یک شب به کعبه توانی رفت؟ حالا که البته با این هواپیما به 2 ساعت میری اون زمان. گفت اگر هواپیما میبود هواپیما هم میرفت، جادو و جادوگران هم میرن. گفت پس کار مردان خدا چیست؟ همین جمله رو میخوام بگم. کار جوان عاشق خدا چیست؟ کار جوانی که تو مسجد نشست روبرو من اون دل به دل هم دادیم، حرف همو خوب میفهمیم چیست؟ چه جواب داد؟ سبحان الله. گفت کار مردان خدا دل نبندن به جز خدای، دل حریم اوست جز با اومده. جهان دل جهان رنگ و بو نیست، در او پست و بلند و کاخ و کوه نیست، زمین و آسمان چارسو نیست. در این عالم، یعنی در عالم دل، در این عالم به جز الله نیست، غیر از خدا که دیگه نباید باشه. گفت دل نبندد به جز خدای و نخواهد جز خدای و خیرخواهی و نصیحت کند بهر خدای. انشالله این کارا رو میکنید. دل نبندیم جز خدای و نخواهیم جز خدای و خیرخواهی و نصیحت کنیم همسن و سالامونو برای خدای. موفق و مؤید باشید. من خیلی خوشحال شدم که
سوالاتی کردن، انشالله اینها رو در بحث‌های ازدواج و عروسی‌ها مطرح می‌کنم. در مورد مهریه‌های بالا جوانان نامه نوشتن مواظب باشید، واقعا خطرناکه. مهریه‌ها رو سنگین می‌کنیم، بعد دامادان نمیتونن بدن، اینجوری فساد. یکی از عوامل فساد و فحشا همینه، مهریه‌ها بالا، دختران میمونن تو خونه، به خواستگارای مناسب نمیدن، بعد دختر زنگ میزنه به اون ملا و اون مولوی که بخت من بسته شده، تو رو خدا بخت منو باز کن. این خیلی خطرناکه. جدا طرف ماشین قرضی میگیره میره خواستگاری. حالا که خوب شد کلاس این موبایل افتاد. زمان قدیم طرف موبایل قرض میکرد یا قاب عینکشو میگذاشت اینجا، میرفت میگفت من موبایل دارم. بعد میرفت اونجا کجا درس خوندی؟ هنگ کنگ و لس آنجلس و مکزیک و چقدر یاد داری؟ خیلی هاواری و تانکی و مرسی پرسی رو یاد میگیرن. میفهمه چون پدر دختر فقط روی این مسائله که دخترشو میده. نه، فقط انگیزه ها ایمانی باشه، خدایی باشه و نخواهیم جز خدای و نصیحت و خیرخواهی کنیم برای خدای. حالا دو سه تا قول کوچک بگیرم چون که پیش شما خیلی زیاد نبودم، گرچه که بازم وقت حسابی گرفته شد.